دیگه میگن که همین حلیم بخی دیگه چیز شده هیچ استخوان نماند این سب همش دیگه شما بیرون کردین دیگه تقریبا میگه همه چیز میبینین خودتان اینه در دوربین هم میبینین خداوند قبول و مقبول این ما هم یک دانه را دانستم که ثواب در ما هم دیگه بگیریم دیگه بجزی فکر کنم این مکس اگر حسین از ما می بود در هر شهر برای او پرچمی و در هر روستا برای او منبری برپا نموده و به نام اسلام و به نام حسین مردم را به اسلام به مسیحیت دعوت میکردیم. تو فکر یک نویسنده درست؟ یک طرف دیگهش عقلانیت است. شما سکنین حادثه کربلا دقیقا نمی بود. آمد حضرت ابو عبدالله الحسین با عقلانیت مدیریت کرد برنامه هایی که یزید داشت میخواست حضرت ابو عبدالله الحسین در مدینه منوره. اهل سنت بیاین در این جلسات در دسته های عزاداری شرکت کنن، زنجیر بزنن، سینه بزنن. مور نگفتم زنجیر زدن که من امراضی نیم. روز عاشورا سنت رسول علیه السلام ترک بکنیم، روزه نگیریم و تجلیل بکنیم از عاشورا به شعله‌های رنگارنگ در روز قیامت در روبروی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم چی جوابی داریم؟ خودم دیدم که صحرا لالگون بود، خودم دیدم که صحرا لالگون بود، زمین از خون یاران غرق خون بود. خودم دیدم فضای آسمان را پر از انا لله راجعون بود. خودم دیدم که نور چشم زهرا جراحات تنش از حد فزون بود. خودم دیدم که بر هر برگ لاله نوشتن این سخن با خط خون بود. گلی گم کرده ام می جویم او را، گلی گم کرده ام می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را. عرض ادب و احترام دارم و همچنان دوستای عزیزی که بیننده برنامه گزارش شهری با ما احمد زبیر طاهری هستین. امید ارجو هستین لباس عافیت بر تنتان باشد. شما میدانید محرم است و ما در اخیر محرم یعنی شب 13 هم قرار داریم و ما آمدیم بر یکی از مساجد و تکیه خانه ها و اینجا با عزادارا همراه می باشیم. امشب شب 13 هم است. چه خوش است که در اول اینجا سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت؟ با ایشان معرفی شویم. خوب هستین؟ فضل خدا. یک معرفی کوتاه اگر داشته باشین. سید روح الله هستم، یکی از طلاب همین مدرسه. ماشاءالله ماشاءالله چه خوب است. جناب سید روح الله را در کنار خود ما داریم. دوستای عزیز، ما به خاطر شب 13 هم است و در رابطه با همین شب 13 هم که امشب عزاداری هست اینجا، یک کمی مختصر اگر استاد روح الله برای بیننده های ما معلومات بتین. بله، امشب شب 13 هم یعنی 3 روز از شهادت ابو عبدالله الحسین میگذره و ما بر روال عرف چون در کسی که از دنیا میره روز 3 میگیره، به همین روال بعد از روز عاشورا که ابو عبدالله الحسین به شهادت میرسه تا روز 13 هم عزاداری میکنیم. پس امشب ما در کنار سید روح الله هستیم و امشب عزاداری داریم. بله، امشب در کنارش فکر کنم علم هم بر میداریم امروز. بله، یکی از مراسم هم علم برداری است که علم هم بر میداره و در جایش میداره. آها، پس در جایگاهش. پس بیننده عزیز با ما و جناب سید روح الله همراه باشین، میریم داخل مسجد و عزاداری را از نزدیک ببینین و ما همراه و همگام باشیم. بفرمایید بریم.
خب استاد ما دیگه منتظر ای که بعد از نماز میاین دیگه فکر کنم عزادارا. بله بعد از نماز از تمام گوشه های کابل جمع میشن. جمع میشن عزاداری. چون امشب شب 13 هم است استاد و علم هم فکر کنم به جایش انتقال داده میشه. در رابطه به علم برای ما بگوین. علم خود در هر جنگ یک پرچم برداری بوده، چه در زمان پیامبر، چه بعد از پیامبر، چه قبل از پیامبر. دقیقاً در هر سپاهی یک پرچمی بوده و یک پرچم برداری هم بوده. در زمان امام حسین علیه السلام برادرشان حضرت ابوالفضل عباس پرچم بردار امام حسین علیه السلام بود که در روز عاشورا پرچم به دست حضرت عباس بود. و این علم، بله این پرچم نمودی از اون پرچمی که به دست حضرت عباس بوده به همون منوال ساخته که تقریبا دیگه یعنی برای چه شود که امو علم حضرت عباس است. بله بله، در هر تکیه خانه و در هر مسجد و همین علم ها موجود است. من مشهد شریف هم رفتیم، در مشهد هم علم هست، اونجا یک علم برداری اونجا ما شرکت داشتم. یا عین امو علم ساخته شده، شبیه او ساخته شده. بله شبیه او ساخته شده. و این انتقالی هم فکر کنم بعد از همین شب 13 هم میشد و همین عزادارا این انتقال میتن. خود از لحاظ چی در روز هفتم به مناسبت شهادت حضرت ابوالفضل عباس اختصاص دادن. اصل علم برداری در روز 7 میشه، ولی حال در روز 13 هم علم به جایش. خب علم اصلا روز هفتم بوده. روز هفتم علم کشی بوده. بله بله. حالا پس دوباره به جایگاهش انتقال داده میشه. دقیقاً. خیر ببینی استاد دیگه انشالله دوستای عزیز، صفت جان ما دیگه میریم بیرون. فکر کنم اینجا طعامی هم در نظر گرفتن و امشب هست. فکر کنم برش صفت چی میگن؟ گوشت کوچه. اما قسم از استاد؟ بله. گوشت کوچه. میریم میبینیم این گوشت کوچه هم که از دوستای عزیزی که بیننده هستین، این فکر کنم یک روز مکمل در بر میگیره که این آماده میشه. یک شب و یک روز، اما صفت هم اشاره داره که یک شب و یک روز میشه. یک شب و یک روز در بر میگیره. میریم مورم میبینیم. عزادارا بعد از مسجد بعد از نماز میاین و عزاداری شروع میشد. اینجا هستیم، با استادم هستیم تا دیگه دوستان میاین. صفت جان بیا که بریم استاد طرف امی گوشت کوچه. گوشت کوچه. بسیار امیرم استاد صفت میکنن، ما امو اسمش شنیدیم و ندیدیم. بریم ببینیم. خب استاد بریم دیگه طرف امی گوشت کوچه. دقیق نامش گفتم؟ بله. دیگه امی گوشت کوچه فکر کنم گندم و گوشت است. بله گندم و گوشت پخته میشه. بریم دیگه صفت جان همین تو میره دیگه عقب میره استاد کدام جایی نخورید صفت جان دیگه. اما تو بریم ببینیم که چه خبر است و گوشت کوچه چه رقم آماده میشه. در رابطه با او هم خامون یک کمی ما استاد شنیده بودیم در رابطه با گوشت کوچه، ولی دقیق تو از نزدیک هم ما ندیدیم و نخوردیم ما دیگه. امروز اگر خواست خدا باشه. سلام عرض ادب. چطور هستین؟ خوب هستین؟ سلامت؟ جانتان جور؟ خدا شما را نگیر، آرام باشین. بخیر هستین؟ خدا اجرش بده. آمین. همه عزادارای جهان اسلام. برکت از این هیچ مؤمن مسلمی نداد عذاب نشمی. خدا یک آرامی سرتاسری بیاید. دیگه جوانای ما را جور داشته باشه. آمین. ما اینجا که خدمت میکنیم
اصلا هیچ است. باید ما ات خدمت کنیم خداوند که قبول در کنه. جهان باید بفهمه که چی هست. امام حسین رایش بفهمه مردم. دقیقاً دیگه ما خاک پای شما شدن نمیتونیم. شما خدمتی که شما میکنین بزرگوار هستین شما. دیگه نال خداوند قبول و مقبول داشته باشه. شو شام غریبان است. یک نظر کوچه داره میره گوشت کوچه میگه. بله. یعنی گوشت کوچه که هست فقط یگانه مهم چیزش که هست میشه زنده داری است. دیگه دوما آتشش کنترل میشه، موادش صحیح بفته که نسوزه. یک مسئولیتی است که بسیار مسئولیت داره. مومنین که میای از لذت ببرن. خداوند نجیبش نصیبتان بسازد. خدا شما رو نگیره. از برکت شما این امام داخل فضیلت الله متعال قبول کنه دیره و ما دعا میکنیم که شما را هم اجرش نصیب کنن. هر لحظه که استاد می باشین روی مطمئن هستم که اجرش حساب میشه و الله متعال شامل اجر بگردونه. خدا شما را نگیره. آرام باشین. دیگه در رابطه و این اول بگوین که امی گوشت کوچه است. اینمی گوشت کوچه است. اولا گندم از ایره که میگیری گندم صحیح تر باشه. یک رقم گندم است که هر چی که جوش بیتی سخت میمونه. دوم از وقت برازی میتی. مثلا اینو برای این شو ایره تیار کردیم آماده کردیم. این باید 2 روز پیش 1 روز پیش آماده شوه. هر چی که داتش کم چی شوه اونو موقع کیفیت داره. اونو موقع کیفیت داره. ایره باور میکنی آقا ما امی صدق دل بینندای عزیز همین قلبا ایره نمیخوایم که ریا باشه چیز. ما امیره گفتم که با عزادارام یک جایشه آمدمی گوشت کوچه ما بخور. تشکر. و سعی کنین چقدر استاد نیت قلبی ما صاف بوده انشالله. و هر کس نصیب نمیشه فکر کنم. یک تعدادی که مثلا باشد این موخو الله متعال قبول کند از همه شما عزادارای عزیز و ما دیگه این طالع داریم و چیز ما نیت ما خداوند قبول کنه. خدا شما گوشت کوچه از نظرشان تبرک میکنه. باز گوشت کوچه که از یک ذره خریدار زیاد داره. بله واقعا میگن دیگه ای که شما لطف کردین خدا شما رو جان جوری بده. خداوند شما را اجر بده که شما زحمت میکشین. فکر کنم صفت امی ثانیه به ثانیه باید والا ما امی زحمت که میکشم. ما در مسجد ممروزات زیاد خدمت میکنم امیجا. یگانه خدمت میکنم. من نمیگم که من برم آشپزی کنم. من میگم یک جایی مرا روان کنی که من بود جور کنم یا حتی میتونی مرا دم تشنابا که مثلا یک وظیفه بیتی دیگر ریا نشه. برای بعضی کسا معلوم است من اخلاقاً که میایم هر چقدر سختی بکشم ما لذت میبرم به خاطر داخل اجر شویم. شما مزی اجر به نصیب نشین. خدا جان جوری بده. خاک پای جمله شهدای رای اسلام بگرداند. ما در مقابل خدا مسئول هستیم که باید این مراسم اقا خوب تجلیل بگیریم. واجب است. در نظر واجب است. باید ما شما میره تجلیل میکنیم. خداوند خیر بده شما دیگه اجر. استاد چطور از دیگه ما صفت جان نمیسته دیگه نمیسته که گندمش انداخته شده یا نه؟ گندم انداخته شده. بعضی چیزای موادای دیگه علاوه میشه برش باز این دیگه آتش کنترل داره دیگه. آتش باز دیگه امشب آماده میشه و امشب آماده میشه دیگه. باز 1 ساعت بعد ان شاء الله دیگه که چیزا بیاید دیگه بخیر. عزاداران بخیر بیاین. کمک های صاحب رحیم جان که بسیار قلباً را دوست داریم. بیاین که امروز آقای صاحب من یک سلام علیکم آقای صاحب. خیلی خوش آمدید. شما خوب هستین؟ سلامت هستین. عبادات عزاداریتون قبول باشه. از شما قبول و مقبول درگاه حق باشد ان شاء الله. خداوند قبول کنه. آقای صاحب دیگه صفتام کردن. لطف کردن. خداوند قبول کنه دیگه. واسه نظرشان از شوخی دارن قدم یک کم اغراق کردن. ما اول که اومدیم دوستای عزیز از آجی صاحب اسمش بود. همیشه لطف دارن دوستان. خرد و بزرگ یاد میکنه. قربانتون تشکر. خداوند قبول بکنه. ما هر چی داریم از دامن امی اهل بیت است. از خود وجدانن چیزی نداریم. صادقانه در محضر کل دوستای اقرار میکنم هیچی ندارم. هر چی دارم از برکت امی خاندان. اگرم داشته باشم که ندارم خودم میگم. نه خداوند قبول کنه. ماشاءالله میگه نام نیک همیشه بر زبان است. چطور از ما دورتر رفتی دیگه من فکر کنم هم دیگه گفتنیار استاد روح‌الله حسینی باید بگه که امام جماعت ماست و واقعا یک شخص متدین با تقوا در قلب جمع دوستایی که ما هستیم تقوایش بی‌نظیره. واقعا افتخار میکنیم در وجودش. خداوند همیشه سبز داشته باشه. الهی آمین. و خیر باشه. دیگه ما همی گوشت
چی بود امیر؟ گوشکوچه. امیر اما از نامش بسیار شنیده بودم و امیر صدق دل از این پیشتر هم یاد کردم، گفتم که من میخواستم بخورم از امی و ببینم از نزدیک. قبول شده از امیر صدق دل و من توانستم که با دجب شما عزادارا باشم، خداوند قبول کنه. دیگه خیر ببینید. این گوشتکوچه اگه درباره تاریخ ازی بگوییم، این گوشتکوچه غذای مخصوص مردم کجاب ولایت میدان وردک بیسود است که در مرور زمانی دیگه تقریبا سرایت کرده این رسم و یعنی غذای سنتی از اون مردم تا تمام مردم کابل که ما تقریبا 3-4 سال شده که اینجا رسم شده، سال یک بار دوبار ما پخته میکنیم. اما لذت اما طعمش همگی واقعا یک هوسانه است به قول مردم کابل. بله 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 هوسانه است. خیر ببینید حاجی صاحب. قربانتان زنده باشین. شما هم تشکر. خدا شما را نگیره، خدا شما را خیر بده. با ما همکار شدین، یزی بر مردم آگاه ساختین که چی طریق دیگه ماه محرم است، این بعض چیزای دیگه هم کدش علاوه میشه. اینجا ظرف هست، لیمو است، کدش مرچ است. بعدن بازی که هست این حال خب فعلا به هم نخورده. باز سوته است، باز ماشین است، هم ماشین میخوری چیز با همراه ماشین رو میره میتونیم مخلوطش کنیم با سوته هم. باز دو ساس کمکاری میکنه این دیگه. هر چی که سوته در اون لحظه سوته هم انشالله میاییم یک چکر. باز بیاین انشالله دیگه. انشالله هستیم. از گزارش خوبتان ما مستفید شویم. قربانتان. شما را فعلا مزاحم نمیشیم و کارتان برسیم. حاجی صاحب ما استاد بریم طرف بیرون دیگه مسجد بریم. استاد چطور؟ بله. آها دیگه خیر ببینن. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام أولئك أصحاب الميمنة صدق عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی زوار الحسین. دوستان لطف کنید زحمت کشید. نظری که تهیه دیدیم امروز به نام چیز است، گوشت کوچه که طریقه پختش قبلا محترم کربلایی صاحب عزیز گفتن. حال را از خدا میخوایم خدای بر لطف و برکت خون امام حسین این نظر از بانی و بانیانش قبول بفرموده و گوارای وجود مستمعین و عزاداران که آمدن نوش جان میکنن قرار بده. بر محمد و آل محمد صلوات. دوستای عزیز جریان باز کردن هم میبینین، دعا کردن دیگه. حاجی آقا باز میکند ببینیم. ماشاءالله. خواهش میکنم لطفا باشین. اول قد برمه چی میکنیم؟ هم برمه را عزیز برمه را بیارین. همون برمه را لطف کنین. دوستا فکر کنم که حاجی آقا میگه که باید یک میکس شود و اول هم اشاره کردن که باید میکس شود، چون همی گوشت باید تکه هایش از استخوان جدا شود. چطور حاجی آقا؟ گوشت استخوان جدا میشه، نرم میشه، گندمش و دلدهش و کلش گد ود میشه. بسیار یک نظر مجرب و نظر بسیار خوشمزه. خداوند قبول کنه. بسم الله. اما یک پلاس باشه، یک چمچه باشه که دست نسوزه. دوستای عزیز شما دیگه جریان هم میبینید. صفت جان همراهی بکو، همراه دوستا هستیم دیگه. اینمی گوشت دنبه و گوشش و دنبهش و کل مکمل چربیش مندازن. بله باز بله. ایتو بسیار طولانی چندین ساعت. میبینید که با قول استخوان‌های جدا میشه و این گوسفند زنده همینجا انداخته شده و حالا دیگه اونو میبینید که از بس نرم شده. ما ببینید چقدر نرم شده. بله که بله. بیخی از استخوان خودش جدا میشه. خودش جدا میشه. بازی اینم قسم چیز دور داده میشه که اینم گوشت مثل علی موری نرم میشه، در بین گندم گد میشه. بله بله بله. خود دوستای عزیز شما مشاهده کنین، ما هم هستیم مزاحم دست اینا نمیشیم، دستشان نمیگیریم دیگه. ما هستم کنار صفت جان دیگه. اونو میبینین چطور نرم شده که همو خود استخوان جدا میشه. آها انت استخوان نرم شده. آجی صاحب میگه بله بله یک گیرای یک پلاس باشه بهتر است. آجی صاحب یک در احتیاط کنین چونی در جوش است. در جوش است دیگه. در جوش که نام خدای علی بله بله. پلاس نبودی مرم حتی همی استخوان هم معلوم است که بیخی نرم شده. بیخی دیگه استخوانای ضعیف خودش هم نرم میشه بیخی. بله بله. گوسفند خب باز بیخی دیگه باز یک که هر کسی که یک ذره فشار و مشکل داشته باشه زیادی قوی خورده نمیتونه. آها خوردن این هم سخت است دوستا. کسی که فشار داره نخوره دیگه. نه بخوره کم بخوره. بله بله. تبرک واقعا. آجی صاحب دستت می سوزه یک در احتیاط بکو. همی پلاس بهتر است پلاس باشه. دوستا شما جریان ببینین. صفت جان همکاری میکنه. خوب که آجی صاحب استخوان خلاص که با صحبت ها را می داشته باشیم. دیگه آجی صاحب خسته نباشید. دیدیم دیگه که تو دیگه تشکر. زنده باشین. جان ممنون. شما هم زحمت میکشین از لحاظ فرهنگی. این خودش یک فعالیت بسیار جهادی است به اصطلاح که شما میکنین. به خاطر انعکاس و علاقمندی مردم نسبت به امام حسین. واقعا باور کنین آجی صاحب از صدق دل میگیم. دوستای دیگه هم عزاداری ها رفتن. بله بله. یک تا دوستا بود مرا گفتن که اونا رو شوق به همین گوشت کوچه رفته بودن. بله. گفتن ما رفتیم اونجا. گفت متاسفانه که همون روز نبوده. برای اینا قابلی بود. باز من همین دلم گفتم اگر قسمت باشد و اگر کشش باشد ما بریم نیت ما این دیگه گفته خودت گوشت کوچه برابر شدیم. خواجی صاحب درباره یعنی
عشق حسینی پیشتر یادآور شدی. برای ما بگو عشق امام است نمیتونه توست که شما بهتر میدونید که امام حسین خول مخصوص و مربوط به یک قوم، یک طایفه و یک ملیت و یک مذهب نیست. دقیقاً. ولی بعضی ها علاقمند هستند زیادتر خود گرفته و فریفته امام حسین میدانند، بر عاشق خاص امام حسین و انقلاب امام حسین و اهل بیت امام حسین هستند. اما بعضی ها دوست دارن ولی اونقدر علاقمند نیستند که بیاین به خاطر ترویج فرهنگ امام حسین، انقلاب امام حسین که زحمت بکشن این خلاصه به کربلا نشوه. باید امام حسین به خاطر پیروزی دین اسلام، به خاطر موفقیت اسلام جان خود فدا کرد، از اولاد خود، از عیال خود گذشت. دیگه ما کیستیم که از جان خود، مال خود، زحمت خود از امام حسین دریغ بکنیم؟ ما مردم تشیع در مجموع با مردم افشار ما از تجدید از امام حسین و عاشورای امام حسین از سنت دیرین است که ما نبودیم، پدرها و آبا و اجداد ما این مسائل سیستم بسیار احسنش پیش بردن و این میراث خدا اونا را رحمت کنه امرای مردای کل ما و شما. ولی این میراث به ما یک میراث احسن مانده که ما هم ادامه دهنده راه اوناستیم. ما فکر میکنیم که آنچه که زحمت به این راه میکشیم خیلی ناچیزه، نظر بر قربانی که امام حسین داده، نظر به این که جانفشانی که امام حسین به خاطر بقای دین اسلام انجام داده. بله. عالمی به نظر خودت آجی آقا، آجی بزرگوار، همین قیام امام حسین اگر نمی بود نه؟ بله. به نظر خودت چی یک شرایط حال جهان اسلام داشت؟ اصلا قیام امام حسین اگر نمی بود دیگه اسلام به او شکلی که ما میخوایم باشه وجود نداشت. اسلام به نام وجود داشت، در زیر سایه نام اسلام هزار فجایع را میکردن، از اسلام نام میگرفتن ولی خلاف اسلام کار میکردن. و امروز ما میبینیم مثلا یزید اگر امام حسین در مقابل استاد نمیشد، یزید حکومتش دوام میکرد دیگه به سیستمی که خودش پایه‌گذاری کرده بود. بله ولی امام حسین بود که صدرای یزید شد و خون پاک امام حسین باعث شد که تا امروز اسلام زنده بانه، تا اسلام ادامه پیدا بکنه. و ما دیگه خود بسیار ناچیز فکر میکنیم به خاطر ادامه دهنده از ایران، ولی ما صرف خادم دروازه امام حسین هستیم. همین که راه قدم برمیداری هم همی اجر است. خب ما معامله ما با خدا از خدا آرزو داریم که دمی را نسل در نسل ما را ابقا داشته باشه، نسل در نسل ما را به خدمتگزاری امام حسین توفیق بده. دیگه ما فقط آنچه داریم از جان خود، مال خود در مقابل امام حسین بگذاریم هنوزم کم است. واقعا امام حسین شخصیت بی‌بدیل جهان انسانیت است، نه تنها اسلامیت، جهان بی‌بدیل انسانیت است. امروز نه تنها از انقلاب امام حسین، از عاشورای امام حسین، از اهداف امام حسین، نه تنها کشورهای اسلامی و اسلام یادبود میکنن، برگزار سالگرد میگیرن، جهان کفریت یک تعداد دانشمندای آزاد فکر جهان کفریت هم از امام حسین یاد میکنن. یک بعضی دانشمندان میگن که نعوذ بالله دیگه خدا منکر داره که در مقابلش شرک میکنن، ولی امام حسین منکر نداره. بله. وایس من دمیجه اگر اجازه باشد ما همین چوب بگیرم یک شور بتم. اجازه است؟ امیر ما خدا شما رو شامل توفیق دیگه میگن که همین حلیم بخی دیگه چیز شده، هیچ استخوان نماند. ایسا همشه دیگه شما بیرون کردین دیگه تقریبا میگه همه چیز میبینین خودتان، اینه در دوربین هم میبینین. خداوند قبول و مقبول. این ما هم یک دانه را دانستم که ثواب در ما هم دیگه بگیریم دیگه. بجزی فکر کنم این مکس هم میشه آجی صاحب امرای ماشین شیره پیدا شیمه چسب پیدا میکنه. امیال هم خوب شیمه دارد، خوب هم چیز معلوم است دیگه. دوستای عزیز خداوند قبول کنه. خیر ببینید دیگه. بفرما آجی صاحب دیگه. شما زحمت زیاده کشیدید. ما از مسئولین امارت اسلامی، از کسای نه تنها امارت اسلامی، کسایی که تنها امام حسین هم میخواین خلاصه به زرشله بکنن، امام حسین به خاطر یک یادبود یک الوا بکنن، او برای انقلاب امام حسین کارساز نیست.
امام حسین ما که دوست داریم به خاطر که راه آزادی و آزادگی رو برای بشریت او باز ساخته. ولی ما آرزو داریم که دیگه در مقابل عاشورای امام حسین بیرقای امام حسین که نشان سمبل آزادی امام حسین از جای بعض جایها تا کردن امسال باید در این راستا خواهش میکنیم من حیث یک مسلمان که دیگه در مقابل اهداف امام حسین قرار نگیرن. ما خادمین امام حسین هستیم، جایی که تجلیل میکنیم بر جهان نشان بدیم که امام حسین کی بود. اگر ما خاموشانه تجلیل بکنیم، خلاصه به یک ختم قرآن بکنیم، خلاصه در یک تاکوی و در یک خانه و منزل یک ختم قرآن بکنیم، دیگه از امام حسین نام و نشان نمیمانه. ما به شکل علنی میخوایم جهان بفهمه که امام حسین کی بود، در جهان اسلام کی بود که خدمت کرد. این رقم هدف ما می است. بنان ما آرزو میکنیم که مسئولین امارت اسلامی روز عاشورا را که در تقویم سالانه افغانستان از ابتدا تا حال او روز عاشورا رخصتی بود، در تقویم جنتری، در تقویم یا جنتری افغانستان روز عاشورا رخصتی بود، ولی نمیفهمیم که چرا این را از بین برداشتن. چرا؟ یعنی امام حسین نواسه پیغمبر ما و شما ارزش یک روز رخصتی را نداشت به خاطر تجلیل است که در رخصتی گرفته شود؟ چرا یعنی؟ این چراها را حتما پاسخگو باشد مسئولین. بخیر باشی حاجی صاحب. شما دیگه بکار این فکر کنم این دیگه دوم هم سرش چون باز کردن حاجی صاحب باز دوباره مصروف میشه. مقصد ما با این کارهایی که میکنیم اصلا خیلی ناچیزه در مقابل اهداف امام حسین قربانی امام حسین. وقتی که امام حسین از یک طفل 6 ماهه خود میگذره در مقابل زنده ماندن دین اسلام، پس دیگه ما کیسیم که از جان خود، ما از جان خودم در روزی که ضرورت شود سرمایه گذاری میکنیم، از جان خودم تیرسیم در مقابل اهداف امام حسین جان فشانی میکنیم. بله خداوند قبول کنه. باش که امی حاجی صاحب هم درباره می تاریخ امی منطقه میگه. صفت جان حاجی صاحب هم کارتان بکن، ما مزاحم نمیشیم، هم تاریخچه را هم شما قرار داریم فعلا به نام قلعه عسکر یاد میشه. تقریبا 280 سال است که از زمان حکومت صفوی‌ها در ایران در اینجا مردم در اینجا ساکن هستند. از زمان نادر افشار تا کنون تقریبا نزدیک به 3 قرن مردم ما میشه در اینجا زندگی میکنند در یک فضای کاملا صمیمی برادروار با یک اتحاد کامل. دیگه در مورد تاریخچه تشیع یک کمک معلومات بود، شاید خیلی از لطف نباشه. همین سوال هست در جریان بود. این حاجی صاحب خودت دیگه شرح هم میته دوستا در مورد تاریخ تشیع، ورود تشیع در افغانستان از صدر اسلام در افغانستان رواج یافته و از مردم تشیع افغانستان عمدتاً از 3 قوم بزرگ تشکیل شده. یک از برادرای هزاری ما و شما، سادات بزرگوار و قزلباشا. باز قزلباشا از طوایف مختلف تشکیل شده مثل افشارها، بیاتها، گجرها، حتی ترکها و خلیلی ها، اقوام مختلف که در زمان جمهوریت تحت یک نام به نام قزلباش مسما شدن ولی از طوایف مختلف تشکیل شدن. مردم تشیع افغانستان افتخار از این دارند، تنها مردم در سطح دنیا هستند در جهان اسلام که در زمان حکومت اموی لعن و سب به حضرت علی علیه السلام در تمام منابر حکومت اموی واجب و فرض بود در نمازها، ولی این مردم افتخار از این دارند که تا در زمان حکومت اموی هم لعن بر علی و اولاد طاهرینش نکردند. دیگه در مورد پرچم انجینر صاحب پیشتر توضیح میداد، من گوش میکنم. آنتوان بارا یک اگر حسین از ما می بود در هر شهر برای او پرچمی و در هر روستا برای او منبری برپا نموده و به نام اسلام و به نام حسین مردم را به اسلام به مسیحیت دعوت میکردیم. تو فکر یک نویسنده مسیحی قدر تحت شعار نهضت حسینی قرار میگیره، اگر حسین از ما می بود در هر شهر بر از یک منبر و در هر روستا بر از یک پرچمی برپا نموده و مردم را به نام حسین به مسیحیت دعوت می نمودیم. متاسفانه ما که مسلمان هستیم پرچم حسینی را از اماکن ما پایین میکنه. یک موضوع دوم، این افتخار را که پرچم حسینی داره، شما همین جنگ فلسطین اگر مطالعه بکنید، دقیق بررسی بکنید، حداقل 1 میلیارد مسلمان در جهان زندگی میکنند در جهان اسلام. تنها پرچمی که تانسته
ملت‌های مسلمان در زیر لوای از او بسیج شود، در مقابل رژیم غاصب اسرائیل استادگی بکنه، پرچم امام حسین. مثلا در لبنان همین مردم اهل تشیع در مقابل اسرائیل می‌جنگن، در یمن، در سوریه، در عراق و ایران هم که حمایت سیاسی میکنه. دیگه پرچم‌ها نتونستن نفرت یک تعداد از مردم جهان استکبار از پرچم امام حسین به خاطر ترسشان است از این پرچم، چون این پرچم هیچگاه در مقابل ظلم و استبداد پایین نمیآید. همین خودش یک سوال چرا برادر دیگر پرچم نتونست ملت‌های مسلمان در مقابل تجاوز و ظلم و کشتار یهود بسیج بکنه. تشکر از لطفتان، زحمت کشیدین، بزرگواری کردین. بخیر باشین. دیگه دوستای عزیز اینجا دیگه آمادگی به این است که بخیر حاجی صاحب اما انشالله فعلا اون مزاحمشان نمیشیم، اون دیگه فعلا در حساب کتاب خودش هست. امرای دوست ما اینجا هست، یک سلام علیکی و یک احوال پرسی. سلام. خسته نباشین. خوب هستین؟ حالتون خوب است حتما؟ شادی. حالتون خوب است حتما؟ سلام. خوش آمدین. سلامت باشین. خوب هستین ان شاء الله؟ خسته نباشین. سلامت باشین. تشکر. خستگی ندارین. خب اسمتون؟ مجیب الله. خب مجیب جان، خودت فکر کنم مسئولیت امروز داری؟ بله، ما مسئول همین بخش ظروف هستیم در مسجد امام حسین عسکری ان شاء الله. بسیار خوب، خداوند قبول کنه. قبول حق باشه ان شاء الله. خوش آمدین. دیگه خودت دیگه همیشه میباشی؟ بله همیشه میباشیم. مسئولیت هم ظروف ها دست خود ماست. با کسی دیگه هم همکاری میکنه؟ هستن بله، دوستا هستن بله. زنده. سلام علیکم. چطور هستی؟ بخیر هستی؟ صحتمند؟ نزدیک یک مزاح کرده بودم، باز بد بود دیگه. خیلی استاد ما یک مزاح میکرد یادم آمده بود، نمیگم یک شب سیزده از تو گوش بینیم خواهشم. ابن شبیب میگه من روز اول محرم خدمت علی ابن موسی رضا فاضل الائمه علیه آلاف التحیة و ثنا مشرف شد. حضرت فرمود که ابن شبیب، ای پسر شبیب، اگر برای چیزی خواستی اشک بریزی، برای چیزی گریان شدی، برای حسین گریه کن. چرا؟ اماما زیرا حسین را سر بریدن همان گونه که گوسفند را سر می‌برند. زیرا 18 کس از خاندان او را با خودش یکجا کشتند و روی زمین ماندن عریان بدون کفن و دفن. این روایت ادامه هم دارد، تا همینجا کفایت میکنم. من از سوال اینجا مطرح میکنم، چرا اهل البیت این همه تأکید دارد برای اشک ریختن برای امام حسین و برگزاری مجلس تجلیلی از قیام امام حسین و عزاداری برای عبدالله؟ چرا تأکید دارد؟ این روایت از علی بن موسی رضا است، در عیون اخبار رضا از مصادر معتبر است. سند روایت، رجال روایت معتبر است.
چرا؟ آیا عزیزان نسل جوان تا هنوز از خود سوال کردیم؟ چرا این همه ائمه تأکید کردن برای امام حسین اشک بریزید؟ اگر عزاداری میکنید برای امام حسین عزاداری کنید، اشک میریزید برای عبدالله حسین اشک میریزید. چرا این همه تأکید؟ متوجه این تأکید هستیم؟ نکته و دلیلش این است عزیزان، برای اینکه یک روزی یک جای امام معصوم تنها ماند و غریبانه کشته شد. یک روزی، روز عاشورا، جای کربلا، سال 61 هجری، امام ابو عبدالله الحسین غریبانه کشته شد. ائمه آمدن تأکید کردن که برای این امام اشک بریزید، عزاداری کنید، سیاه بپوشید، تجلیل کنید و مسببین این حادثه را لعن کنید، نفرین کنید، اظهار نفرت و انزجار کنید. چرا؟ تا بعد از این حادثه ناگوار، اگر یک امام دیگر تنها و غریب ماند، کسی او را این گونه شهید نکند تا دیگر امام تنها نماند. این است فلسفه عزاداری برای امام حسین برای هر سال. سوال بعدی باید تکرار به ذهنتون باید بیاید. اون سوال چیست؟ ما شیعیان هر سال محرم برای امام حسین اشک میریزیم، عزاداری میکنیم، سینه میزنیم. پس چرا بعد از این همه سالها گریه و زاری و اشکها، مجالسی متعدد، محافل عزای متعدد میبینیم امام زمان ما غریب مانده؟ تو که گفتی فلسفه عزاداری چیست؟ تا دیگر امام معصوم تنها و غریب نمانه. که غریب مانده، ما عزاداری کردیم غریب مانده و هنوز 313 نفر یارش مهیا نشدن تا حضرت ظهور کنن. این سوال چی باید پاسخ بدیم؟ چرا راست میگی؟ سن جوان گرفتی چه ارز کردن؟ ائمه عموما علی بن موسی رضا خصوصا چی سفارش کردن؟ اگر گریه کردید برای کی گریه کنید؟ برای امام حسین. اشک ریختید برای امام حسین، عزاداری کردید برای امام حسین. چرا؟ چون به خاطر اینکه یک امام تنها ماند، غریب ماند، متاسفانه این گونه او را مظلومانه شهید کردن، تنها ماندن. تجلیل کنید، اظهار نفرت کنید نسبت به مسببین حادثه عاشورا تا دیگر امام تنها و غریب و مظلوم نماند. و میگه ما این کار کردیم، سالهای کار میکنیم. چرا امام زمان ما مظلوم و تنها ماند؟ با شرمندگی این سوال شما را اینطوری پاسخ میدیم. جان مطلب اینجاست. دلیل این که این همه اشک ریختیم، عزاداری کردیم، ولی امام زمان ما غریب و تنها مانده، شرط ظهور فراهم نمی شود، دلیلش این است که ما از عاشورا حرف زدیم. ولی عاشورایی زندگی نکردیم. این است دلیلش. ولایت او بارون بارم، عشق تو بوده از ازل و سرنوشتم، عشق تو بوده از ازل و سرنوشتم، منم گدای تو توی بگشتم، منم گدای تو بگشتم. کعبه دلها حسین، کعبه دلها، کعبه زهرا حسین، زهرا، کعبه دلها حسین، کعبه دلها، کعبه زهرا حسین،
دلها حسین کعبه دلها یا ابن الزهرا حسین یا ابن الزهرا تا به همیشه راه تو باید تا به همیشه راه تو باید قلب زینب را رو بودی ای برادر ای حسین جان 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 از سر نیلم گشودی قلب زینب را رو بودی از سر گشودی قلب زینب را رو بودی دل به قرآن تو بستم دل به قرآن تو بستم تا به محمل سر شکستم تا به محمل سر شکستم ای عبادت سنگین مهر نمازت ای با راه داور بی تو با آل پیمبر بی تو با آل پیمبر تو بنیزه من به محمل در پیت منزل به منزل تو بنیزه من به محمل در پیت منزل به منزل ای شهید راه داور ای شهید راه داور بی تو با آل پیمبر بی تو با آل پیمبر تو بنیزه من به محمل در پیت منزل به منزل ای برادر ای حسین جان ای برادر ای حسین به محمل سر شکستم ای عبادت سر فرازد سنگ کین مهر نمازت ای عبادت سر فرازد سنگ کین مهر نمازت ای برادر ای حسین جان ای برادر ای حسین جان ای برادر ای حسین جان ای برادر شده این صحرا روشن شده این صحرا از
ذات الاجل الاکرم و دماء شهدائنا به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك سر بیار بالا یا حامد و به حق محمد یا عالی و به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین. پروردگارا این قلیل عزاداری این عزیزان ما که در این چند شب انجام دادن از همه به درگت قبول مقبول بگردان. ثواب این محافل مجالس ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. برای همگان ما توفیق خدمت در خط حسین و اهل بیت عنایت بفرما. همه ما را از سربازان باقی مکتب آقا جان ما امام حسین قرار بده. مریضان اهل اسلام چه در خانه چه در شفاخانه مریضان ملتمس دعا از ساعت شفای عاجل عنایت بفرما. حق مقروضین را ادا گردان. بندیهای بیگناه از بند قید رهایی بفرما. مسافرین اهل اسلام به سر منزل مقصودشان به خیر برسان. پروردگارا کریما رحیما من نمیدانم تو واقف زمین دلها را میدانی. این عزیزان هر حاجت دارند حاجتهایشان برآورده به خیر بگردان. اگر مشکل دارند مشکلاتشان برطرف بگردان. یا خداوندا فرج امام زمان ما را برسان. ما را از زمره یاران انصارش محسوب بگردان. توفیق یاری و یاوریش را لطف مرحمت بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به حال خود و ما مگذار. آنی و کمتر از آنی ما را از دین دیانت قرآن اهل بیت جدا مگردان. از بدیها از منیت از خودخواهی از تکبر هر پدیده بد که از همه ما را حفظ بگردان. خدایا خداوندا در مسیر دین و دیانت همه ما را ثابت قدم نگه بدار. سلامتی خودتان خانواده هایتان سلامتی وجود مقدس صاحب ازای این محافل آقا جان و امام زمان سه تا صلوات بلند ختم بلند. این حسین کیست که همه عالم دیوانه اوست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ در کنارم دوستای عزیز استاد محبی را داریم. درود و سلام استاد. سلام برشید. خیلی خوشحال شدیم در کنار شما هستیم امشب و در عزاداری با شما بودیم. خیلی خدا قبول کنه ان شاء الله. بخیر سلامت باشی استاد. ماشاءالله شور و شوق جوانا را دیدم. خداوند قبول بکند و این شب 13 هم بود دیگه. امشب فکر کنم علم را پس دوباره سر جایش میگذاریم. استاد در رابطه به همین شور و شوق و همین از عزاداری جوانا بر ما بگوین، چون شما بیشتر با جوانا هستین و در عزاداری ها بیشتر خودتان می باشین. امسال چگونه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم مصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یا کریم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه عزیزایی که بیننده ما هستند. همونطور که شما در جریان هستین، ماه محرم الحرام است. این ماه پیروزی خون در مقابل شمشیر را اولا خدمت ساعت مقدس ولی نعمت من آقا امام زمان علیه السلام، ثانیا محضر هر انسان آزاده‌ای که آزاد میاندیشه و رهبر خود به آزاد اندیشی امام حسین قرار داده تسلیت میگه. ثانیا موضوع محرم و شور و شعف که شما در بین جوانان میبینین، این تعلق میگیره به مو شناخت نسبت به امام حسین. مثلا جوانان ما، نوجوانان ما، معاصر سفیدان ما
همه نسبت به امام حسین که نواسه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است یک شناخت دارن که نسبت به او عشق دارن. شما معلوم است که تا شناخت نباشه عشق ایجاد نمیشه. دقیقاً. حتی ما در حالت مجازی تا وقتی که ما یکی رو نشناسیم نمیتونیم بلازی عاشق شویم. در حالی که امام حسین کس با چشم ندیده اما کارکرداش، شجاعتش، ایثارش، از خودگذریش همه از تو بود خدا در طبق اخلاص گذاشت در محضر خداوند و او بود که خداوند همه دلها را به اصطلاح عاشق امام حسین ساخت. این سال هم الحمدلله مثل سالهای گذشته برنامه‌های عاشورا خیلی عالی بود، با آن که محدودیت‌ها از طرف حکومت بود، البته نظر به مصلحت‌هایی که خود دولت مردان ما داشتن که ما به او کار نداریم، اما با آن هم در تکایا، مساجد، هیئت‌ها الحمدلله برنامه خیلی پرشورتر بود. جوانان ما در صحنه بودن و علمای ما، دانشمندای ما هر کدامشان به نحو خود، به نوبه خود درباره قیام ابو عبدالله الحسین صحبت میکردن، سخنرانی میکردن و مردم بیدار میساختن، آگاهی میدادن برشان که حقیقت عاشورا و حقیقت امام حسین چی است. پس ما از این تو درس میگیریم که هیچگاه ما در مقابل ظلم نباید سر بگذاریم. میگن نه ظلم کن به کسی، نه زیر بال ظلم بنو، که این مرام حسین است و منطق دین است. دقیقاً ما داریم امیر پیاده میکنیم در زندگی روزمره خود، در زندگی خانوادگی خود، در زندگی همسایه‌داری خود، حکومتداری و اجتماع و همه ابعاد زندگی خود. و جوانان ما در مکتب امام حسین با اینمی شور و شعف تربیت میشن حسینی و میخواین که در خط ابی عبدالله الحسین ثابت قدم بمانن انشاءالله. خداوند قبول داشته باشه. واقعا امشب اینجا همو صدای رسای خودتان و اون نواهای زیبا که واقعا جذب و جوانا را به شور و شوق و با مو عزاداری خوبی که امشب اینجا بود. جان سپاس که وقت هم دادین در کنارتان باشیم. استاد محبی خیلی خوشحال هستیم. تشکر. دیگه خداوند قبول مقبول داشته باشه. سلامت. من یک نکته یادم رفت رو بگم خدمت شما. این مکتب حضرت ابو عبدالله الحسین دو بود داره، چون خیلی یک پیام مهم است. بله ما بعض وقتا فکر میکنیم که تنها مکتب ابی عبدالله تنها شورش است. نه خیر، دو بال است مکتب ابی عبدالله الحسین که یک بال شور است، هیجان است، احساسات است که باید بچه‌های ما انقلابی تربیت. درست؟ یک طرف دیگهش عقلانیت است. شما سکنن حادثه کربلا دقیقاً نمی بود. آمد حضرت ابو عبدالله الحسین با عقلانیت مدیریت کرد برنامه‌هایی که یزید داشت می‌خواست حضرت ابی عبدالله الحسین در مدینه منوره در مکه که مکان امن الهی بود به شهادت برسونه و ترورش کنه و حرمت مکه به اصطلاح از بین بره. این حضرت با عقلانیت خود حفظ کرد تا که آمد سمت کربلا و کوفه و با احساسات خود در مقابل ظلم استادگی کرد و برای کل جهان فهمان. شما شاهد هستین که هر رهبری که در دنیا قیام کرده برای مردم خود گفته اگر میخواین قیام کنین و قیامتون نتیجه بده برین الگویتون ابی عبدالله الحسین قرار بده. نمونه های بارزش داره، من جمله گاندی رهبر کبیر هندوستان زمانی که مردم خود گفت میخواین در مقابل انگلیس قیام کنین باید حسین گونه قیام کنین. فلهذا ما تنها شور هیجان احساسات نیست، با عقلانیت الحمدلله در این مکان که شما هستین مسجد قلعه اسکر ما که آقای نظری دکتر صاحب نظری هستن عالم توانمند با اینمی موضوع مثلا ما به حیث مدعا به حیث قاری قرآن جوانان ما را احساساتشون برمیانگیزیم تا در صحنه ها باشن و همچنین اونا با عقلانیت با علم و با درایت فهم و دانششون میبرن بالا. اما است که محافل جلسات دقیقاً همون شور و شوق و عقلانیت میشه دو بال که با اون میتونی پرواز کنی و به حقیقت برسی ان شاء الله. تشکر استاد، خیلی سپاسگزار هستم. با استاد معزز بودیم. اینجا دوستای دیگه هم هستن، کم کم دیگه مسجد را و تکیه خانه را ترک میکنن، همه میرن به طرف خانه هایشان. ما هم میریم ببینیم اگر کسی مایل به صحبت باشه با ایشون صحبت داشته باشیم. صفت جان بیا که بریم. آجی صاحب بیاین، آجی صاحب بیاین که شما آجی صاحب در کنار ما داریم. آجی صاحب اگر یادتان باشد که در داخلم در دیگم اونجا خیلی زحمت کشیدن و ما را اجازه دادن که اونجا بریم. آجی صاحب در رابطه با امی علم و در رابطه با
همین اگر یک کمی معلومات بتین، چون در اول هم با استاد روح الله سید روح الله صحبت داشتیم در رابطه به علم را از اینجا که برمیدارن بعد کجا میبرن؟ سوال بسیار خوبی کردین. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندهایی که بعداً ما را میبینن. یه علمه که مثلا میبینین یا علم یا پرچم که اساسیاتایش حداقل در 10 سال بیخی زیاد شده. به نوروز که علم اسلام به اعتزاز در میاریم بدعت میکنن اعلان کردن. در این اواخر هم که ما شاهد برچیدن پایین کردن پرچم‌های عزاداری بودیم. این نمونه بارز دیگه مخالفت با پرچم حسینی است. پرچم را که آنتوان بارا نویسنده مسیحی میگه که اگر حسین از ما می بود در هر شهر برای او پرچمی و در هر روستا برای او منبری برپا نموده و مردم را به نام حسین به مسیحیت دعوت میکردیم. حالا که ما حسین داریم پرچم حسین را تام میکنیم. خودش سوال برانگیزه. دیگه در مورد گواره نماد گواره ششمایه امام ششمایه علی اصغر است. علی اصغر کوچکترین شهید حادثه کربلا است. زمانی که در صحرای کربلا امام حسین علیه السلام در آستانه شهادت قرار میگیره به خاطر قساوت و بیرحمی لشکر یزید برای جهانیان برای نسل‌های بعدی آشکار بسازه، طفل 6 ماهه خود میبره پیش لشکر یزید میگه مردم مگه من به زعم شما گناهکار هستم؟ همین طفل 6 ماهه خود هیچ دین و آیین هیچ مذهب گناهی نداره. حتی اونا با این طفل 6 ماهه هم رحم نمیکنه. این نماد اونم گهواری علی اصغر است و این نماد علم مبارک در حقیقت نماد پرچم اسلام است که انتقال کرده به حضرت امام حسین و در حادثه کربلا حضرت ابوالفضل عباس پرچمدار و علمدار کربلا بود. و یک چیزی که برای من این علم اساسیاتش در اواخر زیاد شده است که شما تصور بکنین میگن کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. باور کنین که در هر عصر و زمان هم یزید وجود داره و هم امام حسین. امروز ما اگر نمونه بارزش براتون مثال بزنیم، یزید زمان یعنی امروز بایدن است و شمرام نیتانیاهو، یعنی مال عملا در فلسطین کربلای واقعی جریان داره. تنها پرچمی که تانستن مردم بسیج بکنن در مقابل ظلم و بی‌عدالتی صهیونیسم، همین پرچم است که در عراق، در سوریه، در لبنان، در خود فلسطین مردم در زیر لوای نمی پرچم متحد شدن در مقابل صهیونیسم مبارزه میکنن. یک موضوع دیگر هم میگن که داعش که قدر داد از دفاع از اسلام میزنه، بهترین مکان به خاطر دفاع از مظلومین بگویی، به خاطر دفاع از بیت المقدس قبله اول مسلمین بگویین فلسطین است. چرا اونجا نمیره جهاد نمیکنه؟ جهاد بر ضد ما اعلان میکنه. ما که تونستیم در طول 1300 سال این پرچم حفظ بکنیم. چرا نمیره در فلسطین انتحاری نمیکنه؟ چرا نمیره در طول همی 6-7 ماه حداقل 40,000 نفر شهید شدن؟ 40,000 نفر شهید شده، تمام زیربناهای فلسطین از بین رفته. یک روز تا حاضر نشده سران داعش محکوم بکنه این جنایت. هم سران داعش و هم کشورهای حمایت کنندهش که خود ما و شما بهتر میفهمیم. دیگه به خاطر دشمن از این پرچم وحشت داره و ما زیر از این پرچم هستیم تا زنده هستیم، خون خود در راه از این فدا میکنیم. اما تو که تعالی حفظش کردیم تا زمانی که به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را تسلیم بکنیم. بخیر باشی آقای صاحب. در مورد تاریخ شما درباره خودمی تکیه خانه و مسجد هم اگر یک کمی، چون وقت ما کمتر از دوستان میرن به شکل بسیار فشرده و خلاصه براتون میگم. منطقه که شما قرار دارین قلعه عسکر افشار میگن، حدوداً 300 سال قدامت تاریخی داره. یعنی قبل از تأسیس کشور به نام افغانستان مردم ما در اینجا زندگی میکردن و تکیه خانه که مسجدی که شما قرار دارین به نام امام حسن عسکری مسمی است. امام 11ام شیعیان به خاطر که قلعه عسکر بود با مو ارتباط. مردم شیعه افغانستان از 3 قبیله مهم تشکیل شدن. بزرگترین طایفه یا قبیله اهل تشیع 12 امامی یا اثناعشری افغانستان هزارها هستند. دومین قبیله سادات بزرگوار هستند. سومین قبیله قزلباشا است. غرض دو چیز بود. یکی این که مردم شیعه بفهمند که در دوستی اهل بیت اینها تنها نیستند. اهل بیت پیغمبر همه مسلمانان دوست دارند و احادیث زیادی از طریق خود نقل کردند.
در این موضوع و همچنین در مسئله کربلا که قضیه کربلا و در کل قضیه علاقه و محبت با اهل بیت مشترکون فیه، متفقون علیه بین همه مسلمانان. یک موضوع دیگرم که هدف ما از خواندن این احادیث اینه که جلسات ماه محرم برای تبلیغ دین خیلی مفیده و این باید در انحصارش علمای شیعه نباشه، علمای اهل سنت هم اقدام کنن که اینا مشترکاً صورت بگیره، برای ترویج دین خیلی مفیده. لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگان معزز، جوانان ارجمند، هموطنان گرامی، برادران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سال از 12 ماه تشکیل می شود و از مابین 12 ماه 4 ماهی از این جایگاه خاصی داشته، نه تنها در اسلام بلکه قبل از اسلام هم. یوم خلق الله السماوات والارض، از روزی که الله آسمان و زمین را آفرید، منها 4 حرم، 4 ماهی از 12 ماه مورد احترام همه ادیان و همه اقوام و همه اممی گذشته بود است. حتی قبل از اسلام این 4 ماه از جایگاه خاصی در سرزمین جزیره العرب، با وجودی که مردم پیرو شرک و بت پرستی بودند، اما به این 4 ماه ارج میگذاشتند، احترام داشتند، که از جمله ماه محرم الحرام است. این 4 ماه عبارتند از ذوالحجه، ذوالقعده، ذوالحجه، رجب و محرم. و همچنین حدیث صحیح که جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم روایت شده است، حضرت ابو هریره روایت میکنند که افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. بهترین روزه بعد از روزه رمضان روزه گرفتن در ماه الهی است. نسبت ماه محرم به الله داده شده است، در حالی که همه ماها، همه جاها، همه مخلوقات خالقشان الله است، ولی نسبت چیزی که وقتی به الله داده می شود این علما نسبت تشریفی میگن که این چیزی که به الله نسبت داده شده است دارای شرافت خاص، مکانت خاص و جایگاه خاصی می باشه. چنانچه بیت الله الحرام میگیم، بیت الله، خانه خدا، در حالی که الله از خانه منزه است، به خانه نیاز ندارد، ولی نسبت کعبه شریف و الله نسبت تشریفی و تعظیمی است که این بیت از جایگاه خاصی برخوردار است که نسبتش به الله داده می شود. بناهن می بینیم که در این حدیث شریف پیامبر بزرگوار به فضیلت ماه محرم الحرام اشاره می کنند، همزمان با اینکه در این عبادت و روزه از فضیلت و از جایگاه خاصی برخوردار است، نسبت تشریفی به الله داده شده است. شهر الله المحرم، ماه الله، ماه خداوند که نام از او محرم است. مشرکین قبل از ظهور اسلام و درخشش خورشید اسلام در ماه محرم پرهیز میکردند از تجاوز، از جنگ، از سرکشی به احترام ماه محرم. تقریبا یک قانون در ما بینشان بود که در این ماه و در 3 ماه دیگری که ذکر شد تعرض نبود. محرم ماهی که در آن تعرض و قتل و قتال و تجاوز حرام قرار داده شده است و از حرمت خاصی برخوردار است. و بعد از رمضان مبارک
از هر ماه فقط یک روز روزه بگیر. گفت یا رسول الله ان لی بی قوه زدنی، از این بیشتر الحمدلله توان دارم. گفت یومین. گفت یا رسول الله زدنی، از این بیشتر توان دارم. گفت که 3 روز، از هر ماه 3 روز روزه بگیر. وقتی اصرار کرد که از این بیشتر توان دارم، اشاره کرد به یکی اگر توان داری از ماه محرم یا در ماه محرم بیشتر روزه بگیر. و همچنین از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میشنویم که روایت میکند و امام مسلم رحمه الله این روایت در صحیحشان ذکر کردند که میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم عاشورا و یأمر اصحابه. پیغمبر علیه السلام روز عاشورا را خودشان روزه می گرفتند و یارانشان را هم امر می کردند بر روزه گرفتن. بعد از او حضرت ابی قتاده رضی الله تعالی عنه روایت می کند که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صیام یوم عاشورا. وقتی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از روزه روز عاشورا پرسیده شدند که دارای چقدر فضائل و ثواب است، فرمودند انه یکفر السنه الماضیه. روزه عاشورا باعث محو تمام گناهان 1 سال گذشته میشه. دوستای عزیز ببینید که در چقدر زیاد ثواب است. و باز هم از حضرت عبدالله ابن عباس میشنویم که میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از رسول الله علیه السلام شنیدم که فرمودند لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع مع العاشورا او مع العاشر او کما قال علیه السلام. در سال آینده، تا سال آینده اگر زنده بمانم، روز 9 هم با روز 10 روزه میگیرم. دوستای عزیز، این است فضائل ماه محرم و این است فضائل عاشورا در قاموس اسلام. بناهن وقتی که ما در روز عاشورا سنت رسول علیه السلام ترک بکنیم، روزه نگیریم و تجلیل بکنیم از عاشورا به شعله‌های رنگارنگ در روز قیامت در روبروی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم چی جوابی داریم؟ ان المحب لمن یحب مطیع. کسی که کسی را دوست دارد از فرامین از او پیروی می کند. ما رسول دوست داریم صلی الله علیه و سلم، هم دوستی طبعی، محبت طبعی و فطری، و هم محبت شرعی. محبت طبعی و فطری من است که رسول صلی الله علیه و سلم بهترین انبیا و بهترین زیباترین مخلوق خداوند بودند. تمام صفاتی را که خداوند با اونا داده بود صفات عالی نبود. به هر پیغمبری اگر یک صفاتی داده شد، با پیغمبر علیه السلام همه خوبیای انبیا برش داده شد که شاعر میگه آنچه خوبان همه دارند دیگه چیز تو تنها داری. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. بناهن این یکی از جمله اسباب محبت ماند. دیگه رسول علیه السلام نهایت بنده های خدا را و امتای خدا دوست می داشتند و دوست دارند. هر پیغمبری و دعای خدا در حیات و در زندگی دنیا دعای مقبول خدا پیش کرد. رسول صلی الله علیه و سلم دعای خدا به خاطر نجات امت خود نگاه می کند و به خاطر امت اشک می ریزاند، گریان می کند. آیا از جمله حق رسول نیست که ما از خطی از او پیروی بکنیم و در دین چیزی را ایجاد بکنیم که در روز قیامت باعثی پرده‌ای در مابین ما و در مابین رسولمان صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد؟
فاطمه الزهرا هستند. یعنی یک رکنی از ارکان اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم است. وقتی ما اهل بیت میگیم باید بشناسیم که اهل بیت یعنی کی. اهل بیت هم از طریق قرآن معرفی می شود و هم از طریق سنت رسول صلی الله علیه و سلم و بعد از او به جایگاه اهل بیت که جایگاه اهل بیت خصوصا از نظر علمای اهل سنت و الجماعت و در کتابهای اهل سنت و الجماعت چی جایگاه و مکانت و برتری اهل بیت دارد. یک کسی به نام جمیع میگه با عمه خود حتی بعد از وفات پیغمبر علیه السلام زیارت حضرت ام المؤمنین عایشه رفتیم. وقتی در خدمتشان رفتیم عمه از پیش پرسان کرد من کان احب الناس الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای مادر مؤمنان، این سوال جواب بود. محبوب ترین انسانها به رسول صلی الله علیه و سلم کی بود؟ میگه در جواب گفتن فاطمه. گفت و هذه من النساء، اخو از زنهاش. از مردان گفت زوجها علی، محبوب ترین مردان به رسول صلی الله علیه و سلم شوهر فاطمه یعنی علی رضی الله تعالی عنه بود. دوستای عزیز، این است اهل بیت. درباره حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حدیثی است که ترمذی روایت میکنه حسین منی و انا من حسین. حسین از من است و من از حسین هستم. رحم الله من احب حسینا. خداوند رحم بکند با کسی که حسین را دوست می‌دارد. ایست جایگاه حضرت حسین که ده ها حدیث در کتب حدیث در کتب سنت از دانشمندان حدیث و دانشمندان سنت و اهل سنت روایت شده است در جایگاهی در برابر جایگاه اهل بیت. و همچنین مکلفیت ما در برابر اهل بیت چیست؟ اول محبت به اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم. محبت به اهل بیت رسول جز ایمان است. عداوت به اهل بیت رسول نفاق و کفر است از منظار و از دید اهل سنت و الجماعت. عداوت و دشمنی چه قسمی که احادیث صریح داریم به اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم نفاق و کفر است، قابل پذیرش نیست. و همچنین وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم امت خود توصیه میکن، حدیث صحیح است در این باره روایت شده است یا ایها الناس، ای مردم، ای مردم، ما عن قریب است داعی اجل را لبیک گویم و از شما مفارقت کنم، ولی تشویش نداشته باشید، نگران نباشین. و انا تارک فیکم الثقلین، در ما بین شما دو دستاویز بزرگی را به جا میگذارم. اولهما کتاب الله، اول این دو دستاویز کتاب الهی است. چنانچه در دیگر حدیثی که از حضرت امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه روایت می شود، پیرامون کتاب الهی فیه نبأ من قبلکم و خبر ما بعدکم، حکایات و قصص و بیان امم گذشته است در این کتاب و آینده در این کتاب بحث شده است. و هو حبل الله المتین، ای رسمان محکم الهی است. کسی که به این چنگ میزند
بر هدایت حرکت می کند، کسی که را ترک می کند همیشه به طرف گمراهی می رود. کسی که مطابق از این فیصله می کند عدالت کرد، کسی که در مقابل از این قرار می گیرد خدا قسمه الله تبارک و تعالی خداوند او را پاره پاره می سازد. این دستاویزی بزرگی در قرآن، خود قرآن معرفی می کند کلام الهی را، قرآن خود معرفی می کند واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید بر اسمان پروردگار و از تفرقه و اختلاف دورگزینی کنید. و الثانی دوم اهل بیت، دستاویز دوم اهل بیت من است. اذکرکم الله باهل بیت، اذکرکم الله باهل بیت، اذکرکم الله باهل بیت. 3 بار پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکرار میکنند شما را خداوند را یاد میارم براتان درباره اهل بیت که از نقش اهل بیت من پیروی کن، با اهل بیت من محبت داشته باشی. و در دیگر جا حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه روایت میکنند، میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح. حدیث امام ترمذی روایت میکند از حضرت ابوذر غفاری از زبان مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مثال اهل بیت من در مابین شما مثل کشتی نوح است. فمن رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. کسی که در کشتی سوار شد نجات یافت و کسی که باقی ماند سوار نشد هلاک شد. این از جایگاه اهل بیت و این از فضائل اهل بیت و این از پیام اهل بیت. دوستای نهایت عزیز، هیچ وقت هیچ انسانی عاقلی تصور کرده نمیتواند که اهل بیت که عبارتاً از حضرت علی و در حدیث میآید که آل جعفر و آل عباس در بر میگیرد، این شخصیت ها و این کواکب و این ستارگان درخشان آسمان شریعت ذره از ذره ها از مسیر رسول صلی الله علیه و سلم انحراف کرده باشند والعیاذ بالله ابدا. چنانچه حدیث دیگر می آید درباره اتباع و پیروی، ترکت فیکم لن تضلوا ان تمسکتم بهما ابدا او کما قال صلی الله علیه و سلم. کتاب الله و سنتی، در شما به خاطر راهنماییتان و قیادتتان به طرف راه هدایت دو دستاویزی را به جا گذاشت، کتاب خدا و سنتم. و در دیگر حدیث کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و اهل بیت. هیچ وقت اهل بیت رسول از مسیر رسول از سنت رسول قدی سری جو یا ذره به اندازه موی انحراف و تجاوز نکرده اند و نخواهند کرد. بنابراین چطور ما بتانیم که از اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم؟ پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم، از اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم، از اهل بیت رسول که خود دستاویز زنده برای مؤمنان تا به روز قیامت و مشعل راهن. این وجیبه بالای هر مؤمن و مسلمان است. دوستای نهایت عزیز، برمیگردیم لحظات بسیار کمی پیرامون شخصیت حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه و واقعی کربلا. بدون شک احادیثی روایت شده است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به شهادت حضرت امام حسین اشاره کردند. اشاره پیغمبر پیرامون واقعه قبل از وقوع آن در قاموس اسلام به نام نبوات یاد می شود. نبوات، پیشگویی هایی که توسط وحی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود. چنانچه وقتی که تولد شد، قابله وقتی که در
آغوش مبارک پیغمبر علیه السلام حضرت حسین گفت طفلی مقبولی نوزادی و بسیار محبت پیغمبر علیه السلام حسین در آغوش خود گرفت ولی اشکهاشان جاری شد. وقتی که پرسیده شد یا رسول الله چرا بجای از اینکه خوش شوین اشکهایتان جاری شد، گفته ان ابنی هذا ستقتله فئة من امتی، به دست یک گروهی از امتی من فرزندی من شهید می شود. جمله نبوات پیغمبر علیه السلام است. و حضرت ام سلمه خواب میبیند. حضرت عبدالله ابن عباس در روز شهادت امام حسین پیغمبر علیه السلام خواب میبیند که پریشان هستند، چهره مبارکشان گردآلود است. کجا بودین یا رسول الله؟ میگه در معرکه اشتراک کردم که حسین فرزندم شهید شد. خب شهادت حسین و قیام حسین به ما چی پیامی دارد؟ این بسیار مهم است دوستان. حسین رضی الله تعالی عنه شهادتشان به این نبود که تا روز قیامت ما گریان کنیم و در سر خود بزنیم. این سنتی جد امجدشان است و نه هدف از قیام و رادمردی و تاریخ سازیشان است. حسین یک انسانی نبود که دیگه گوشه بشینه گریان کنه. در برابری ابر قدرتی وقت سکوت رخصت بود، قیام عزیمت بود. عزیمت بر رخصت ترجیح دادن، در حالی که تعداد زیادی از صحابه کرام به خاطر از اینکه فتنه بزرگتری واقع نشود، همون وضع بنابر مصلحت امت انتخاب اختیار کردن، نه از قلب بلکه بنا بر رخصت و مصلحت هایی که برمیگشت بر امت. اما حسین رضی الله تعالی عنه عزیمت را بر رخصت ترجیح دادند. در تاریخ اسلام شجاعت و رادمردی، شکست و از همپاشی سکوت را، جرأت و شجاعت را در تاریخ اسلام به خط طلا رقم زدند که وقتی که امام حسین رضی الله تعالی عنه در برابر انحرافات و بیبندوباری هایی که در مسیر خلافت اسلامی ظهور می کند و عدالت تهدید می شود، خلافت تبدیل می شود به استبداد، قیام می کند، سکوت نمی کند. از همگی شما دوستان می پرسم این واقعه در کجا شد؟ در کربلا. کربلا در کجاست؟ عراق. بیاین که خط حسین به شکل درست تعقیب بکنیم. خط حسین خط ماتم و خود زدن نیست. جد امجدش اجازه نداد. طفلک از زینب رضی الله تعالی عنها در حالت سکرات است. کسی روان میکنه پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به والدی عزیزم بگو که چند لحظه تشریف بیارن که نواسشان در حالت سکرات است. دوباره به همین شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که به دخترک بگو اصبری و احتسبی، جز و فز و ناله و فریاد نکنه، صبر بکند و این مصیبت ثوابش از الله بخواهد. بار دیگر همین شخص روان میکند که یک بار دیگر پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برو و برشان بگو که چند لحظه بیاین که طفلکم در حالت سکرات است. بازم کلمه را رسول پاک صلی الله علیه و سلم تکرار میکنند. برش بگو که اصبری و احتسبی، صبر بکن، پاداشت از خدا بخواه. بعد مرتبه سوم قسم میدهد
قاصد را یا شخص را که با رسول الله صلی الله علیه و قسمشان بده که بیاین، بالاخره رسول علیه السلام محفل ترک میکنن و به خانه دخترکشان میاین و نواسگکشان میگیرن، در حالی که راوی حدیث میگه در حالی نزع رو و سکرات بود که نفسکش تند شده بود. با آغوششان میگیرن، اشکهایشان پایین میشود. بازم توصیه میکنن به دخترشان که صبر، از صبر کار بگیر، از شکیبایی کار بگیر، ماتم نه، جز و فز نه، ای شیوه اهل بیت نیست و شیوه هیچ مسلمانی نیست. ای هست سنت رسول و ای هست راه رسول، این است راه حسین. در حدیث صحیح که از حضرت ام المؤمنین عایشه روایت میشه، از چندین راوی صحابه جلیل قدر، امام حسن و حسین سرداران جوانان اهل جنت هستند. این است راه سردار جوانان اهل جنت. ما میگیم سردار جوانان جهان، مشعلی راه برای هر شخصیت و هر مرد انقلابی که برای بلند کردن آواز حق و حفظ سنگر حق از خون خود تیر نمی شود. ولی توازن مادی وجود نداشت، ولی هدف حسین رسیدن به چوکی و قدرت نبود. هدف حسین رضی الله تعالی عنه درس جرأت و شجاعت و مقاومت و غیرت در برابر ظلم و استبداد بود. دوستای نهایت عزیز، واقعا ما هر ستاره از کسانی که در دارسالخان نبوت پرورش شدن، هر ستارهشان مشعل را برای تمام انسانیت است. اصحابی که نجوم، یاران من مانند ستارگان آسمان هستند. به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدامشان اقتدا بکنین راه را پیدا میکنین. یکی از جمله ستارگان آسمان نبوت رسول حسین رضی الله تعالی عنه است که واقعا خصوصا در شرایط کنونی اگر ما بتانیم که قدر این شخصیت بزرگه، جایگاه این شخصیت بزرگه، اهداف این شخصیت بزرگه به شکل درست و منطقی طبق شریعت جد امجدشان درک کنیم و در جایی که او گام گذاشته شو قدم گذاشته ما قدم بگذاریم، انشاءالله امتی 1,800,000,000 از ذلت در یک مدت کم خواهد خلاص شود و به حیث یک قوت بزرگ جهانی با داشتن یک قیادت رشید، با داشتن حفظ همه ارزشها، با استقلالیت کامل، با حق متساوی در برابر دیگر ملل زندگی خواهد کرد. وگرنه حق حسین و مدرسه حسینی، اهداف حسینی به چند غزل و بیت و اشکریزی ادا نخواهد شد. ما به خاطر گریان نامدیم. گریان در قلب شب است، بلی گریان در برابر گناهان. چند چشمی را آتش نمی رسد، چشمی که از ترس خدا گریان کند و چشمی که در راه خدا حراست و حفاظت دیگران را می کند. ولی ما به خاطر آمدیم که قربانی بودیم تا مردم از گریان، از ظلم و استبداد خلاص کنیم که این مدرسه حسینی و پیام مدرسه و اهداف مدرسه حسینی است. خداوند جل ذکره از همگی ما راضی باش. و نقش قدم رسول و اهل بیت رسول ما را پروردگار سوق بتی. الهی ذلت ما را به عزت مبدل بساز، مغلوبیت ما را به غلبه مبدل بساز، تفرق و تشدد و پراگندگی ما را به وحدت و یک پارچگی مبدل بساز. الهی از این بیشتر ما را مورد مضحکه دشمن قرار ندی. الهی ما را یک صف بساز. الهی دشمنان اسلام را هدایت کن
تا با اسلام دوستان شوند. اگر مستحق هدایت نیستن خداوند نابودشان بساز. الهی وطنی عزیزی ما افغانستان را از این حالت نجات بدی. الهی ما کج شده، ما را راست بساز تا این که مسیرمان راست شود. اگر دما توفیق راست شدن نیست، به لطف و کرمت ما را راست بساز پروردگارا. الهی تمام مریضها را شفای کامله و عاجله نصیب بکن. پروردگارا تمام کسانی که در راه خدا به خاطر سربلندی دینی تو و تأمین عدالت مبارزه میکنن کامیاب داشته باشی. کسانی که علیه اسلام دسیسه و توطیه میکنن دستایشان قطع بساز. کسانی که علیه وطن عزیزی ما افغانستان توطیه و دسیسه و دشمنی و خصومت میکنن دستهایشان قطع بساز. ملت مسلمان افغان را بار دیگر عزتی از دست رفتهش، امتی اسلامی را عزتی از دست رفتهش را دوباره برش بتی پروردگارا. از همگی ما راضی باش، راضی شو و صلی الله تعالی علی خیر. دوستای عزیز، تشکر از اینکه تا ایدم با ما همراه بودید، همگام بودید. با واقعیت قیام حسینی در عاشورا یک قیامی بود که زنده همون پلان های شوم یزید را خنثی کرد و باز بر جهان اسلام و همچنان تاریخ اسلامی یک قلم زرین را نوشت و نگاشت. دوستای عزیز، این بود برنامه شب 13 عزاداری. با صفت جان آمدیم اینجا در مسجد و دیدین که هم گزارش داشتیم همراه مردم ها و بزرگا و همچنان با اساتید دیگه. امید که لذت برده باشین. یادتان نره که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمونده، زنگوله را هم فشار بده، کامنت های زیبایتان را بر ما بنویسین و همچنان تا گزارش دیگه که ما و صفت جان در خدمت شما خوبان قرار میگیریم، شما را به خداوند منان و لایزال میسپارم. تا دیدار بعد، بدرود.